به نام خدا. تدریس ردیف آوازی ایرانی به ترتیب از دستگاه ماهور و به ترتیب گوشه ها. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ یارا جانا دوست جان ای دوست. بلافاصله بعدش تصنیف های مرغ سحر ناله سر کن، تفنگ حیفک آهو بکشی آه شنگل. فقط باید دقت بکنیم که این با گوشه در واقع اول راست پنجگاه، در واقع پیش درآمد راست پنجگاه قاطی نشه. ببین ما در ماهور میگیم که راست پنجگاه جان. ببینید خیلی ظریفه. ماهور پس به حالی ننوشتی و شده ایامی چند. این دقیقا تفاوت ریز ماهور و راست پنجگاه است که باید مراقب باشید با هم قاطی نشه.